به قسمت بعدی میرسیم و المپیک و والیبال. به هر حال برنامه والیبال ما با خانم اسدی همونطور که گفتیم زمان میبره و گام به گام به مرحله خواهد رسید که بیشتر تکنیکی و فنی خواهد بود. خب خانم اسدی چه خبر از المپیک و والیبال؟ درود خدمت همه بینندگان گرامی شبکه پارس تیوی. برنامه امروز رو دوباره با معرفی 2 تا از والیبالیستای تیم کشورمون شروع میکنیم، تیم مهربانوان، و بعد کمی راجع به المپیک و نتیجه های بازی های والیبال صحبت میکنیم. خانم مینا روستا سرعتی زن تیم ملی هستن، شماره پیراهنشون 9، ارتفاع آبشار 2.85، ارتفاع دفاع 2.80. و خانم چاملانیان